نظرم آرایشگرا دکترای روانزیبایی هستند. تصور کنید یه خانم حالش با شکل ناخنش، ابروهاش یا کلا صورتش بده و خودشو زشت میبینه. این باعث میشه که افسرده بشه چون خودشو دوست نداره. وقتی خودشو دوست نداره باعث میشه بی‌حوصله بشه، بدخلق بشه. ممکنه این حال بد رو به بقیه اعضای خانواده هم انتقال بده و این حال بد روان یه خانواده رو درگیر میکنه. و اینجاست که یه آرایشگر میتونه دست خدا روی زمین باشه و با هنر دستش، با یه کاشت ناخن زیبا، با یه میکروبلیدینگ دنیای درون اون آدم رو تغییر بده و کاری کنه که اون عاشق خودش بشه و این عشق رو به خانواده‌اش هم انتقال بده. حالا تصور کنید اگر قرار بود این خانم به خاطر افسردگی ناشی از دوست نداشتن خودش بره پیش یه روانپزشک، چه اتفاقی میافتاد؟ دارو، عوارض دارو، کلی اتفاق دیگه. البته که روانپزشکا به وقتش نیاز ما آدمان. واسه همینه که من میگم آرایشگرا هم پیش درمانگرن، هم دکترای روانزیبایی. امروز دیگه سواد و دکترا فقط به مدرک نیست، به تأثیریه که روی سلامت جامعه داره. آرایشگرای عزیز، ملکه های روانزیبایی سرزمینم، همه ما یه تشکر گرون به شماها بده